از محدودیت‌ها فرصت‌ها ساخته. بریم ببینیم هلن کلر کی بوده و چی کارا کرده. هلن دختری بود که در آلابامای آمریکا به دنیا اومد و در 19 ماهگی به دلیل بیماری شنوایی و بینایی خودش از دست داد. اما این اتفاق باعث ناامیدی اون نشد و تونست با کمک معلمش از طریق رمز خط بریل و زبان اشاره یاد بگیره و همین امر تونست به اون کمک کنه که وارد دانشگاه بشه و اولین معلولی باشه که میتونه لیسانس بگیره و یکی از موفق ترین نویسنده های کشور آمریکا بشه. خانم کلر علاوه بر فعالیت‌های قبلی، فعالیت‌های اجتماعی مثل حمایت از محیط زیست، حمایت از حقوق زنان و معلولین هم انجام میداد. توی این ویدیو با قسمت کوچیکی از زندگی خانم کلر آشنا شدیم و فهمیدیم انسان توی هیچ شرایطی نباید دست از تلاش کردن برداره و ناامید بشه تا برسه به اون چیزی که لایقشه و میخواد.